نقش آیت الله کاشانی در کودتای 28 مرداد 1332 خورشیدی. آیت الله ابوالقاسم کاشانی یکی از روحانیون برجسته و تأثیرگذار ایران در دهه‌های 1940 و 1950 بود که نقش مهمی در تحولات سیاسی ایران، به ویژه در جریان ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 1332 19 اوت 1953 ایفا کرد. این کودتا که با نام رمز عملیات آژاکس توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا و سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا MI6 طراحی شد، با هدف سرنگونی دولت محمد مصدق نخست وزیر ملیگرا و بازگرداندن قدرت به محمد رضای پهلوی انجام گرفت. هدف اصلی کودتا حفظ منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی غرب، به ویژه در ارتباط با کنترل منابع نفتی ایران بود که با ملی شدن صنعت نفت توسط مصدق به خطر افتاده بود. اتحاد اولیه با مصدق. کاشانی در ابتدا یکی از حامیان کلیدی محمد مصدق و جنبش ملی شدن صنعت نفت بود. او به عنوان یک رهبر مذهبی با نفوذ، توانایی بسیج توده‌های مذهبی و گروه‌های سنتی را داشت. کاشانی با استفاده از جایگاه خود به عنوان یک روحانی برجسته و رئیس مجلس در سال 1351 نقش مهمی در جلب حمایت عمومی برای ملی شدن نفت ایفا کرد. گروه‌های وابسته به او مانند فدایان اسلام به رهبری نواب صفوی در سرکوب مخالفان مصدق و ایجاد فضای ترس برای رقبا فعال بودند. این گروه‌ها با استفاده از ابزارهای خشونت‌آمیز از جمله ترور مخالفان سیاسی به تقویت جنبش ملی‌گرایانه مصدق کمک کردند. کاشانی همچنین از طریق سخنرانی‌ها و فتاوا احساسات مذهبی مردم را با اهداف ملی‌گرایانه مصدق پیوند داد و حمایت گسترده‌ای را در میان اقشار مذهبی و سنتی به وجود آورد. اختلاف با مصدق با این حال روابط کاشانی و مصدق به تدریج تیره شد. دلایل این اختلاف چندگانه بود. کاشانی خواستار نفوذ بیشتر در سیاستگذاری و اسلامی سازی قوانین و ساختارهای حکومتی بود، در حالی که مصدق به دنبال یک دولت سکولار و لیبرال بود که بر پایه ملی‌گرایی و قانون اساسی مشروط عمل کند. کاشانی همچنین از برخی سیاست‌های مصدق مانند اصلاحات ارضی و اعطای حقوق بیشتر به زنان ناراضی بود و آنها را مغایر با ارزش‌های مذهبی می‌دانست. این اختلافات در سال 1332 شدت گرفت و کاشانی از ریاست مجلس کنار گذاشته شد که این امر خشم او را برانگیخت. از این به بعد کاشانی به یکی از مخالفان سرسخت مصدق تبدیل شد و شروع به همکاری با گروه‌های مخالف دولت کرد. نقش در کودتا. در جریان کودتای 28 مرداد کاشانی نقش کلیدی در بسیج نیروهای مخالف مصدق ایفا کرد. او با استفاده از نفوذ مذهبی خود تظاهرات گسترده‌ای را علیه مصدق سازماندهی کرد. در 27 مرداد 1332 کاشانی و دیگر روحانیون مانند آیت الله محمد بهبهانی تظاهرات جداگانه‌ای را در تهران ترتیب دادند که به ایجاد هرج و تضعیف دولت مصدق کمک کرد. این تظاهرات که با حمایت مالی و لوجستیکی سیا و MI6 پشتیبانی میشد، زمینه را برای کودتای نهایی در 28 مرداد فراهم کرد. حامیان کاشانی از جمله گروه‌های مذهبی و اوباش اجیر شده در خیابان‌های تهران علیه مصدق شعار می‌دادند و از ژنرال فضلالله زاهدی که از سوی کودتاگران به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب شده بود حمایت می‌کردند. پس از موفقیت کودتا شاه و زاهدی شخصاً به دیدار کاشانی رفتند و از او به خاطر نقشش در بسیج مردم و تضعیف مصدق تشکر کردند. مورخانی مانند مایکل اکسورسی و یرواند آبراهامیان تأکید دارند که حمایت روحانیون به ویژه کاشانی در شکست مصدق تعیین کننده بود. بدون حمایت مذهبی و بسیج توده‌ها کودتا ممکن بود با مقاومت بیشتری مواجه شود. کاشانی همچنین از طریق شبکه‌های مذهبی خود
به ایجاد فضای ترس و ناامنی کمک کرد که دولت مصدق را در روزهای پایانیش تضعیف کرد. ادعاهای دریافت پول از آمریکا یکی از بحث برانگیزترین جنبه‌های نقش کاشانی در کودتا. ادعاهای مربوط به دریافت پول از سازمان سیا برای سازماندهی تظاهرات و حمایت از کودتا است. اسناد تاریخی و گزارش‌های منتشر شده توسط سیا و وزارت خارجه بریتانیا نشان می‌دهند که ایالات متحده و بریتانیا بودجه قابل توجهی را برای تضعیف مصدق اختصاص داده بودند. بخشی از این بودجه به روحانیون بانفوذ از جمله کاشانی و بهبهانی اختصاص یافت. طبق اسناد سیا، مبلغ $10,000 به کاشانی پرداخت شد تا تظاهرات گسترده‌ای در تهران علیه مصدق ترتیب دهد. این پرداخت‌ها اغلب از طریق واسطه‌هایی مانند برادران رشیدیان که عوامل کلیدی MI6 در ایران بودند انجام می‌شد. علاوه بر این، گزارش‌هایی از افسران سیا مانند کمیت روزولت که مسئول عملیات آژاکس بود تایید می‌کند که بودجه‌ای برای جلب حمایت روحانیون اختصاص یافته بود. پسر کاشانی نیز پس از کودتا به افسران سیا یادآوری کرد که پدرش نقش مهمی در موفقیت کودتا داشته است که می‌تواند اشاره‌ای به دریافت حمایت مالی باشد. با این حال، برخی مورخان مانند ریچارد کاتم درباره دریافت مستقیم پول توسط کاشانی تردید دارند و معتقدند که ممکن است این پرداخت‌ها به واسطه‌ها یا دیگر روحانیون انجام شده باشد. با وجود این تردیدها، شواهد کلی از جمله اسناد منتشر شده توسط سیا در سال 2013 نشان دهنده پرداخت مبالغی به روحانیون برای تضعیف مصدق است. پیامدها و میراث پس از کودتا، کاشانی به تدریج از صحنه سیاسی ایران کنار رفت. او که انتظار داشت نقش مهمی در دولت جدید داشته باشد، از سوی شاه و زاهدی به حاشیه رانده شد. این موضوع نشان دهنده استفاده ابزاری از روحانیون توسط کودتاگران بود که پس از دستیابی به اهدافشان نیازی به ادامه همکاری با کاشانی احساس نکردند. با این حال، نقش کاشانی در کودتا تأثیرات بلند مدتی بر سیاست ایران گذاشت. همکاری او با قدرت‌های خارجی به عنوان نمونه‌ای از پیوند اسلامگرایی و منافع غربی تلقی می‌شود.